بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، سیوم صحبت ما از سخن رسول خدا اینجوری مرحمت میکنند. قال نبی علیه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، او کما قال رسول الله. یعنی اون رسول الله کرام مرحمت میکنند که باید شمایان بشرو انسان ها را با انسان ها خرسنده خبری دهیتان، ولا تنفروا و با انسان ها خبرهای وزمینه که دل و انسان ها را میرنجاند و را تکلم نکنید. یسروا ولا تعسروا، برای انسان ها سبک کردن نشان دهید، ولا تعسروا وزن نشان ندهید. این حدیث البته برای هر یک انسان است که یک انسان با دیگر دوستش با یک کاری خیر رو میفهمانده باشد، میرسانده باشد، باید انسان با بشیرو با خرسندی فضیلتی همون کردگی کاری نغزش، فضیلتی ثوابی آن کاری میکردگیش رو نشان داده و با انسان همین بیان همین صحبتشنده ولا تنفروا، یعنی و نفرتش نآورده و سبک کرده و برای و انسان وزمین نکرده نشان دادن لازم که انسان را برای کار خیر به روانه کردن. البته و انسان اول مقصدی کار میکردگش و مقام آن انسان هایی که همون کار کردن در نزد پروردگار چه درجه هست، همه ها را باید فهمانیم. چون که نبی صلی الله علیه و سلم از اول اسلام انسان ها را با لطفی ملائمی خودشان و اسلام جلب کردند. اگر ما مسلمان ها هم دیگه انسان ها را با ملائمی، با چهره خندان، با دل کشاد دعوت کردیم، البته آن رسول الله صلی الله علیه و سلم را امتی خاصشان شده میتوانیم. الا اگر از سبب فعل سخن ما آنها رنجند، از اسلام دور شوند، ما آن حال با زیان اسلام خدمت کرده میشدیم. نعوذ بالله من ذلک. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.